بالای چی کسی روزه فرض هست؟ یعنی وقتی که روزه فرض شد بالای چی کسی؟ حالا خب میشه که ما نمیتونه که بگیم بالای تمام مسلمان ها، ولی شرایط داره که بالای چی کسایی روزه فرض است. بله فرض شد بالای چی کسی؟ اول کسی که بالغ باشه. بالای نابالغ روزه فرض نیست. حالا به طور مثال یک طفل ما یا اطفال در خانواده داریم، بالای اونها روزه گرفتن فرض نیست، اما تمرین روزه اگر میکنن از پدر مادر خود اجازه میخواهند که من روزه میگیرم، طفل هست و سن بلوغ نرسیده، اجازه بدن برش که روزه بگیره. صحابه عادت میدادن اطفال خود در خردی روزه گرفتن. بالایش سختی نکنیم، بالای اونها فرض نیست، ولی اگر شوق و اشتیاق و علاقه به دارن که اونها روزه بگیرن، اونها رو ممانعت نکنیم، اونها رو ممنوع قرار ندیم تا به روزه گرفتن عادت بکنه. حتی اگر تا نیمی روز را هم به اصطلاح خودشان روزه میگیره مشکلی نداره، بالغ باشه. حالا چی بفهمیم که علامه بلوغ چی هست؟ علامه بلوغ هم در پسرها و دخترها فرق داره. اگرچه در بعضی کتاب‌های فقهی سن مشخص برش تعیین کرده که سن 15 و 18 و 12 و فلان و فلان در مورد دختر و پسر، ولی یک قاعده میگیم که این قاعده در ذهن همه کسا میمونه، باقی میمونه و متوجه سن دیگه نمیباشن. این قاعده‌ای که تطبیق شد خود به خود میفهمن. بالغ در پسرها چی کسی را گفته میشه؟ بالغ در پسرها او کسی را گفته میشه که احتلام شده باشه. کسی سوال میکنه که احتلام چی را گفته میشه؟ بعضی کسایی که در جوانی میرسن، در سن جوانی میرسن، نو جوان میشن، خوابهای شیطانی میبینن. زیادتر دیگه تشریح نمیکنم، کسایی که میفهمن انشالله زودتر درک بکنن. از طرف شب یا در جریان روز خوابهای شیطانی میبینن که در خواب با کسی هم بستر شدن یا انزال شدن. این علامه بلوغ در پسرها هست. پسر وقتی که این علائم را در خود دید، این دیگه جوان هست، روزه بالایش فرض میشه. بالای دخترها چی وقت روزه فرض میشه؟ وقت دختری که به مرض ماهوار رسید، عادت ماهیانه شروع شد، به هر سنی که باشه روزه بالایش فرض میشه. یک قاعده فراموشتان نشه. یعنی بالغ امی کس را گفته میشه. دیگه بالای چی کسی؟ یک کسی میشه بالغ هم باشه ولی عاقل نباشه، دیوانه باشه. دیگه از این که بالای چی کسی روزه فرض هست؟ بالای کسی که عاقل باشه، دیوانه نباشه. بالای دیوانه روزه نمیشه، روزه بالایش فرض نیست. ولی ما نمیتونیم که بالای یک دیوانه جبر بکنیم که روزه بگیر. و اصلا عقلش زوال هست، عقلش زائل هست، اصلا در عقل خود تفکیک خوب و بد را نمیکنه. بالای روزه فرض نیست. یکی انسان‌های ساده هست که از دید عقل خود ضعیف هستند، بالای اونها روزه فرض است. اونها میفهمن خوب و بد را میفهمن، اما زود درک کردن نمیتونن. دیوانه را خود ما تعریف خاص برش داره. دیگه بالای چی کسی روزه فرض میشه؟ کسی که مسلمان باشه. بالای کافر روزه نمیشه. حالا کافرها که در ماه مبارک رمضان کسی که غیر مسلمان است، اونا چیزی میخورن، ما نمیتونیم بر اونها بگیم که چرا میخورن. اونا نمیگیرن، ما مسلمان هستیم، فرض بالای ما شده، نه بالای اونها. این بود اون مسائلی که بالای چی کسی یا شرایطی که در یک کس موجود باشه، بالای او کس این روزه فرض میشه. بالغ باشه یعنی نابالغ نباشه، عاقل باشه، دیوانه نباشه و همچنان مسلمان باشه، غیر مسلمان نباشه. بالای اینها روزه فرض است. حالا در خود اینها هم باید بعض شرایطی وجود داره که او هم باید رعایت شود. مثلا این در اصطلاح فقهی شروط صحت ادا میگن. یعنی چی زمانی روزه اینها درست میشه، اینم دقیق متوجه باشه. چی زمانی، یعنی چی زمانی روزه اینها صحت پیدا میکنه، یا شروط ادا کردن روزه به این قسم بگیم با اصطلاحات متفاوت. بالای مقیم روزه فرض هست، بالای مسافر فرض نیست. دقیق باشن. بالای مقیم کسی که در یک جای مقیم هست، در شهر خود هست، بالای روزه فرض هست. اما کسی که مسافر هست بالای روزه فرض نیست. اما یک چیز رو متوجه باشه، او کسایی که مسافر شدن در دیگه ولایت‌ها، در دیگه کشورها، ولی اوجا مقیم باقی ماندن، بود باششان اموجه هست، اونها را مسافر گفته نمیشه، بلکه اونها مقیم هستند. اونها روزه بگیرن، روزه بالایشان فرض است. و دیگه که بالای کسی یعنی صحت میتونه که روزه بگیره که سالم باشه، صحتمند باشه، مریض نباشه. اگر مریض باشه این میتونه که روزه خود را بخوره، به شرطی از اینکه مریضی های عادی که ما گاهی گرفتار میشیم در بین ما شما رواج و به اصطلاح در بین ما شما عام هست، اون مریضی ها را گفته نمیشه. اون مریضی که روزه خوردن را مباح میکنه، اون مریضی که روزه خوردن را مباح میکنه. چگونه مباح میشه روزه خوردن؟
برای یک دکتر متدین امروز مسائل دقیق متوجه باشن و با دوستایتون هم این شریک بسازن که مسائل خیلی مهم هست. میرن نزد یک دکتر متدینه و یک دکتری که لایق و حاذق باشه، از اون مشوره میگیرن که دکتر سه گرامی من این قسم مریضی دارم و دوا هم دارن. از اون دکتر مشوره بگیرن که آیا روزه گرفتن برای من مفید هست یا تاوان میکنه، برای من ضرر داره. اگر برات گفت که ضرر داره روزه نگیر، بالای تو دیگه این وقت روزه نیست. البته وقتی که تو در این وقت مریض هستی بعد از باز قضایی داره که باز تشریح میکنم ان شاء الله. دیگه زمان روزه درست میشه که یک چیز دیگه هم بیان بکنیم در مورد زنها هست که پاک بودن اونها از حیض و نفاس. حیض چی رو گفته میشه؟ عادت ماهوار یا ماهیانه زنانه رو گفته میشه که در وقت بلوغ برشان پیدا میشه. برای اینها که از حیض پاک باشن روزه بالایشان میشه، از نفاس پاک باشن روزه بالایشان میشه. نفاس چی رو گفته میشه؟ بعد از ولادت کدام مریضی که یا خونریزی که زنها دارن این مرض نفاس گفته میشه. در دو وقت بالای زنها روزه گرفتن نیست اگرچه نیت هم بکنن. حالا نمیشه که یک زنی بگویم من حیض دارم ولی من نیت میکنم روزه میگیرم برو مشکل نداره، ثواب داره. اصلا ثواب نداره بلکه گناه هست، اجازه نیست برش روزه بگیره. پس این چیزا باید رعایت شود. ادای روزه یا ما یک به قسم دیگه بگوییم که چی وقت روزه ما صحیح میشه. البته قبل از اینکه بگوییم یک چیز را به یادتان باشه، او کسی که در مسافرت روزه خود را میخوره یا افطار میکنه و پس که مقیم میشه روزه خود را باز قضایی بگیره بعد از رمضان مثلا. اما مسافرایی که مقیم است اون مسئله جداگانه است رو پیشتر بیان کردیم. کسی که در مریضی هایی که دکتر برش اجازه داده بود که روزه خود را بخوره وقتی که پس از مریضی صحتیاب میشه و سالم میشه، او هم باید پس قضایی، یعنی روزه هایی که قضایی داشته در ماه مبارک رمضان او را دوباره بگیره. یک روز سرشان میشه. یعنی چی معنا؟ به مو تعداد روزی که مثلا 10 روز مریض بوده بعد از رمضان 10 روزی قضایی بگیره. و همچنان زنها مثلا عادت ماهیارشان بعضی کسا 6 روز میباشه، بعضی کسا 5، بعضی کسا 7، بعضی کسا 10 که حد اقلش 3 روز هست و حد اکثرش 10 روز هست که اینها وقتی که در جریان ماه مبارک رمضان به این مرض گرفتار میشن بعد از ماه مبارک رمضان به مو تعدادی که روزهشان افطار شده و قضا شده دوباره قضایی بگیره. حالا روزه ما چی وقت صحیح میشه؟ نیت روزه ما در وقت باشه که نیت در وقت درست میشه. حالا نیت به نظر شما حالا نیت درست است که ما حالا روزه رمضان را نیت بکنیم که ما سر از فردا ماه مبارک رمضان روزه شروع میکنم؟ اصلا نمیشه درست، چون رمضان هنوز فرا نرسیده، 3-4 روز باقی مونده. حالا نیت درست نمیشه. نیت باید در زمانی باشه که نیت درست شود در وقت. یک چیزی که اکثریت دوستا در مورد نیت ها همیشه میپرسن که نیت چه قسم است، به زبان امور برای ما یاد بده، عربیش چه قسم است، فارسی و پشتویش چه قسم است، با کدام زبان بگویم؟ نیت اراده قلبی رو گفته میشه. خود معنای نیت اراده قلبی یعنی چی؟ که ما در ذهن خود وقتی که به سحری بلند میشیم یا در ذهن خود گذراندیم که فردا روزه هست من روزه میگیرم، یا سحری بلند شدی، امی خودش اراده قلبی هست که تو تصمیم به روزه گرفتن داری، می خودش نیت است. اگر چی به زبان هم نگویی. اگر چی بعضی علما یک نیت عربی را در کتاب ها ذکر کردن، به صوم غد نویت من شهر رمضان، که من این روزه میگیرم فردا روز رمضان را، یعنی فردا را من روزه میگیرم. اگر به زبانم بگویی مشکل نداره، اما معنای حقیقی نیت این هست که در درون قلب تو یک اراده داری، اما اراده تو نیت هست، قابل تشویش نیست. و دیگه ای که روزه زمان درست میشه، اگر چیز پیشترم اشاره کردیم ولی باز هم یادآوری میکنیم. حالی یک زنی زمان نیتش درست میشه که از حیض و نفاس پاک باشه، از مرض ماهوار و از مرضی که بعد از ولادت وجود داره، خونریزی که بعد از ولادت وجود داره. در اون زمان اگر نیت بکنن نیتش درست نمیشه، روزهشون درست نمیشه اگر چی نیت هم بکنن. این نیت ما زمانی باشه که روزه درست شود. در اون وقت روزه نیست بالای اونها، اصلا بالایشان فرض نیست در اون وقت. و دیگه ای که روزهشون زمان درست میشه، کسایی که روزه‌دار هستن روزه میگیرن که از خوردن، از نوشیدن، از جما کردن از طلوع صبح صادق تا به غروب آفتاب از چیزها پرهیز بکنن، باز در این صورت روزه اینها درست میشه، در غیر صورت نه. بعضی کسا گاهی اوقات سوال میکنن که هم بستر شدن یا هم خوابی با همسر از طرف روز خود درست نیست در ماه مبارک رمضان، چون که باز مسائلش بیان میکنیم. از طرف شب مشکل نداره، از طرف شب مشکل نداره. و دیگه ای که
در جنابت کسی نمیتونه روزه رو افطار بکنه. جوانای رو دقیق متوجه باشن، هم خواهر و هم برادرها، یعنی هم خواهرها و هم برادرها. یک کسی است رفت در مسجد در ماه مبارک رمضان، روز اول هست، دوم است، یا هر روزی که هست، مسجد رفت نماز خود را ادا کرد، بعد از مسجد آمد خواب کرد. این که خوابید احتلام شد در خواب شیطانی دید، انزال شده بود که بلند شد که دیده که انزال شده. ای تو نمیشه که بگه که من دیگه روزه خود افطار میکنم. روزهش هیچ مشکلی نداره، چون در اختیارش نیست. روزهش هیچ مشکلی نداره، نه قضایی داره نه هم کفاره داره، هیچ چیزم نداره. روزهش درست است، به اختیار خودش نیست. یک چیزی که قابل یادآوری است، اگر تسلسل نداره این درس قابل تشویش نیست، چون مسئله بیان میشه. 2 روز بعد یا 3 روز بعد ما در روزهای شک قرار میگیریم. ایام الشک در عربی میگن روزهای شک. روزهای شک چی رو گفته میشه؟ یا روز شک، 1 روز یا 2 روز قبل از رمضان این روز شک گفته میشه. پیامبر در این 2 روز ما و شما را اجازه روزه گرفتن نداده. بعضی کسا نمیفهم که به اصطلاح یک نوع میخوان با تقوا باشن یا خود را میخوان با تقوا بکنن، میگن من روزه را دیگه آغاز میکنم، از ماه شعبان آغاز میکنم. میخوان نفلی بگیره، نمی وقت نگیره. اجازه نداده پیامبر که در روزهای شک چی رو گفته میشه که آیا رمضان خواد بود فردا یا نخواد بود. این میگه من روزه میگیرم توکل به خدا، یا نفلی یا فرضی. درست نیست. اصلا روزه نگیره کس الا برای او کسایی که در فقه آمده، در فقه حنفی، برای او کسایی که عادت روزه گرفتن دارند، همیشه دوشنبه و پنجشنبه رو میگیره، روز شکش در روز دوشنبه برابر شد یا روز شکش در روز پنجشنبه برابر شد، برای هیچ مشکلی نداره که روزه بگیره. اما در کل برای دیگه کسا اجازه نیست که روز شک روزه بگیره.